امروزها در سراسر جمهوری آمادگی به سال نو خونی شروع شده. مسئولین و تاجران برای به مردم دسترس نمودن اشیاء نیاز خوانندگان کوشش به خرج داده ایستادند تا مال با صفت را وارد کشور گردانند. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکارم شراف‌الدین کریموف. آمادگی به سال نو خونیش در جمهوری نظر به سالهای قبلی یک ماه پیش شروع شده. اشیاء خونیش و مورد نیاز خوانندگان دانشجویان امروز در مرکزهای سودا، نقطه‌های بازار مورد فروش قرار گرفتند که دسترسی به همه گونه از اشیاء خونیش الکی امکان پذیر گردیده است. طور نعیمجان نصرت‌الله ارزش اشیاء خونیش امسال را نظر به سالهای گذشته چنین شرح داد. همچون فروشنده موادهای کانسلری، کتاب‌های بدیهی و درسی و موارد نیازی اولی مردم، دفتر، روچکه، قلم با نرخ‌های دسترس و مردم پیشنهاد کرده با نرخ‌های دسترس فروخت می‌شود. بسیارش از خارج صفتش نازه، کتاب‌های مثل روچکه، قلم و دفتر و سومکه و این چیزا صفتای چون می‌کنیم صفتای نقش دسترس کنیم ده. اشیاء خونیش امسال با نرخ دسترس پیشنهاد مردم گردیده است تا اندازه ساکنان از نرخ آن اظهار قناعتمندی می‌نمایند. فریدون رمضان ختم کننده دانشگاه ملی تاجیکستان اوید به ارزش و واردات اشیاء خونیش به مملکت چنین اظهار اندیشه نمود. بله، همه من اشیاء نیاز اول خونیش بیشترشون فکر میکنم که بر وقت‌تر وقتی ما مقصد در مکتب میخوندیم، در مکتب تحصیل میکردیم، قریب که 80-90% موضوع کانسلری از خارج بودن. اما وقتی اخیر میبینیم که استحصال موضوع نیاز اول خونیش بیشتر شده و من در این بابت چی پیشنهاد دارم؟ من فکر میکنم که طلبات نسبت به همین موضوع مورد نیاز اول خانه در کشور خیلی زیاد است. باید از طرف شخصان مسئول استحصال مواد اول خانه‌اش زیاد کرده. باید گفت که مسئولات در دوره تعطیل تابستانه با استفاده از فرصتی مناسب در بازارهای کشور اشیاء نیاز اول پیش از آغاز سال تحصیل و فروش برآمده برای دسترسی با نرخ‌های دسترس پیشکشی دانشجویان، ساکنان و خوانندگان مکتب‌های میانه می‌گردند تا که سال نو خونیش را در شرایط سازگار استقبال گیرند. شراف‌الدین کریموف، صدای دوشنبه.